من نمیخوای ببری آقای آیه. بفهم که بشینم وسط یکی یکی بلندش کن. چش شما مش خورده بهتون من زخم شما رو داداش این آر پیش استونه اینو اینطوری گفتم بگم اگه به تیر به سرت خوردی بگو به بازو خورده. به بازو دی شما تیر فرو رفت تیر خورده اصلا نگو کجا خورده داداش ناموسن گیر نده حساب بگم سوتی میدم بچه بذار استرس نداشته باشه. من زخم شما رو پانسمان میکنم بهتون مورفین تزریق میکنن تیر رو از بدن شما بیرون میارم داداش مدکیت ندارم هیچی